سلام بچه‌ها، خوش اومد به این ویدیو. من دیس هستم و خوش اومد به کانال خودتون. در این ویدیو قصد داریم که بهترین اتک تانال 17 رو به شما معرفی کنیم که واقعا اتک خوبی هستش. حتما حمایت کنید، لایک کنید، ساب کنید. برو که بریم. همونجا که میبینید نیروهای ما اینا هستن. تکچشه، این اتک تکچش هستش و اسپلامون هم اینا هستن. خب برای کینگمون ما حلقه ما رو توپ خاردار استفاده میکنیم و برای حیوانش هم از این حیوان استفاده میکنیم. برای کوین هم تی رو استفاده میکنیم با هیلر و همچنین برای واردن هم خشم و توانایی دادن به نیروها رو استفاده میکنیم. برای دوکمون هم از این ابیلیتی که گیج میکنه ساختمون ها رو استفاده میکنیم با هیلرش. خب ما دو تا اتک به صورت لایو برای شما میزنیم که ببینید. اتک های کاپو میزنیم که اتک های خوبی بندازه، تانال خوبی بندازه. خب همونجور که مشاهده میکنید این بیس یه بیسیه که مال تانال 18 و تمامی ساختموناش برای تانال 18 و دیوارش هم برای تانال 18. ولی ما میخوایم اینو بزنیم که بهتون نشون بدیم این اتک چقدر قدرتمنده. خب ما در این اتک واردن رو از گوشه مپ میندازیم. از ساعت 3 در این اتک استفاده میکنیم واردن رو و واردن واک انجام میدیم و دوتا کوره رو ما پشت سرش استفاده میکنیم. بعد صبر میکنیم که واردن کار خودش رو انجام بده و جلو بره. اتک چون که برای تانال 18 بیسش یه خورده کارمون سخته ولی سعی میکنیم. خب بعد از این قسمت ما شروع میکنیم انداختن کوینمون و ابیلیتیشو میزنیم. بعد این قسمت باید پرتابگرامون رو استفاده کنیم در اینکه واردن رو بکشیم میبرد و ما از ماشین البرانداز استفاده میکنیم. اگر واردن بیاد این وقت خیلی ممنون میشم. واردن اومد. واقعا اتک سختیه. ابیلیتیه دوکو بهترین جای ممکن زدن. یه جاییه که همه چی و تقریبا همه چیزهایی که دمیج سنگینی وارد میکردن و این قسمت استفاده میکنیم. واقعا ریشه میکنیم. تا اینجای کار اتک بسیار خوب پیش رفته و ما از اسپلای توتممون باید استفاده کنیم چون نیروهامون از دست نباید بدیم. اینجا دوک میمیره، دوکو زنده کنیم. حتما دوکو زنده کنیم. و کوینمون رو داریم از پایین. خب این اتک به راحتی سه شد. یه اسپل توتم هم اضافه بوده. همونجور که مشاهده کردیم تانال 18 بود واسه کردیم. دیگه مکس تر از این تانال وجود نداشت و همونجور که میبینید اتک ما 59 ثانیه داریم و 100% سه بذاریم به 4x که چشای شما بالای تو کنه اذیت نشه. به راحتی ما این ترکیب رو سه کردیم که بیس تانال 18 بود. همونجور که میبینید قدرت این ترکیب رو میبینید خیلی قدرتمند هستش. واقعا امکان انقدر قدرتمند است که امکان داره کلش آف کلنز واقعا ضعیف کنه پرتابگر رو، ولی یه دور ضعیفش کردن دیگه بعید میدونه. خب ما چون که اسکتر شات اینوره از اینور واردن واک رو انجام میدیم. این اتک قبل یعنی دوباره از ساعت 3 میندازیم و کوینمون از ساعت 6 میندازیم برای اینکه حتما باید اگر واردن اون کنج بندازید کوین از اون کنج بندازید که تمیز کنه و نذاره نیروامون بد برن. خب سریع کوین رو از این ور میندازیم، ابیلیتیشو میزنیم، یه دونه آیسکولم و کینگمون رو به همراه ماشین پرتابگر میندازیم و اسپل توتم هم همین اول استفاده میکنیم. این بیس هم بیس تانال 18 ولی خب دیواراش مکس نیستش، ولی قبلی دیواراش هم مکس بود. این سه میشه. اسپل یخو اینجا استفاده میکنیم که تمامی چیزهایی که خیلی دمیج میدن واقعا همه یه جا باشه. ما دوکمون رو نگه داشتیم و از این ور استفاده میکنیم. این قسمت اسپلای مرگمون رو استفاده میکنیم که کسل حریفی رو اومده. اسپل توتم نیاز داریم که اینجا رو ما
ریشه کنیم واقعا. و دوچمون بسیار داره آزار میبینه. حتی که خورده پخشه، همین کار رو خورده برامون سخت کنه. چیز زیادی نمونده، احتمال اینکه تایم فیلد بشه هستش واقعا. این اتک واقعا اتک خوبیه. کوین و این سمت داریم ما ولی دیگه نداریم. کنون تانال 18 خیلی قدرتمنده واقعا، همونجور که دیدید کوینو به راحتی از بین برد. یه اسپلتوتو ما اینجا استفاده میکنیم. میگم نیروهامون که فشاری روشون نمیاد چون پیلر پشتشونه خوردشون ولی این قسمت بعد واسه نیروهام برسن که این کوچمون رو زنده کنیم. نه یعنی دوباره این کشتش مقدار فکر کنم 3 شد. من که این اتک باز بود و به اتک باز زیاد نمیشینه روی این ترکیب، ولی میشینه ولی زیاد نمیشینه. اتکای بسته راحت تر سه میشه، ولی این هم که اونجا که دیدید 3 شد. به پایان این ویدیو رسیدیم و اگه تا اینجا کار ما رو دنبال کردید لایک کنید، ساب کنید، حمایت کنید. ممنون از شما. تا ویدیوی دیگر، بدرود.